زهرا خانم تا کجا بردم تو را؟ نمیدونم موقع چی از منسه ای طرف دیگه. نه این خودش منسه دیگه. آره این منسه است. همون این طرف هم دیگه آخری. قشنگه. آره دیگه منظرش واقعا خیلی قشنگه. سرسبز، دریاچه، کوههای قشنگ، خانهای. آره واقعا چقدر هوای تمیز باحال. لیاقت جان سلام جان. آه سلام کو ما موتور. امیدوارم خوب سلامت باشید. امروز نمرای آقا امید هم یک جای خوب. چه فضای نه واقعا چطوره؟ عالی. خوب جای آوردیم داره؟ عالی دیگه. دو ویدیو دیگه دوستا میبینن. آره 100%. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشین. دوستای امروز آمدیم در منسه، بسیار یک جای قشنگ، آب و هوای تمیز دیگه. واقعا اینطوری آب و هوا خیلی کم پیدا میشه. خب شما دیگه از منظره لذت ببرین. لیاقت جان خب بریم دیگه بخیر گشته بریم تا اتسه. میریم یک چکر اتسه دیگه. اونجا هم ویدیو میگیریم برایشون. یا موفق باشید. بای بای. خب دوستا رسیدیم به اتسه. اینجا اتسه یا و ببین چقدر آب تمیز. ای خدا چقدر منظره قشنگ، چقدر آب هوای تمیزی. دوستایی که میخواین اولاب باین واقعا اینجا برای اولاب عالیه. بتین از اینجا قایق هم کرا کن برین اینطوری داخل دریا، اینطوری آبی تمیز. خب مثلا قد منظره قشنگ. این طرف هم میریم از مرکز شهر هم برایشون ویدیو میگیریم دیگه. امیدواریم که تا آخر ویدیو همراه ما باشید و از برنامه ما خوشتون باید موفق باشید. خب دوستان تمام این طرفی رودخانه یک منظره قشنگی داره دیگه. زهرا خانم چطور جای آوردم تو را؟ واقعا جای خیلی قشنگه. واقعا چه زیاد خوب شد. رنگ فیروزه‌ای یعنی واقعا دیگه آبش دیگه اصلا دیگه حرف نداره نگاه. خیلی قشنگه. جای باحال.
داداش چطوره جای؟ عالیه. حاج لیاقت دیگه. هواش خوبه هواش. آفرین. مفهم کم کم. هواش خیلی کم از خود خبر هوای کم ما بازی نداریم. آره. کم خوب شوای ها. ها واقعا خیلی براق از نسبت تمیزه. خب دوستای عزیز این از این منطقه میتونین که قایق اجاره کن و ما یک دنیزی قایقای کوچیک موتوری اجاره کردیم ساعتی 36 یورو و منتظر ماندیم که گفت که چی است فعلا خالی نیسته منتظر اینزی گفت که اینی میایه ولی برگشت خب خیر دیگه یک ساعت 36 یورو 25 یورو هم هسته بدون موتور. باش اینو نشان بدیم. خب این از اینجا میتونین دوستا که قایق کرا کن ساعتی 45 یورو کدام موتور بود کدام بود خدایا اون مونو رو گرفتیم این از این قایقا ساعتی 36 یورو و یعنی پایکیشی 25 یورو که خوب سه معلوم نمیشه دیگه میتونی از اینجا نه با کشتی هم سفر کن دیگه حالا نمیدونم تیکتش چنده ولی میبرد همه ایزی دریاچه رو میچرخه جانم نه ویدیو نمیگیرم زن این از اینجا مزو بالا مندازه پایین جای تفریحگاه هست دوستان این دیگه جای باحالیه سهرا میخوام اینیر برات کرا کنیم ولی این موتوریه اونا چی داره باتری داره برای خود کرا کنی؟ برای استو نه تشکر دست در نکن از خوب در نیافتی بهتر اینجا برات گرفتیم اونون برای عکس گرفتن خب کشتیم حرکت کرد کدام کلانه؟ واقعا؟ او گفت که مربوط از مون نمیشه خیر خب دوستا آمدیم قایق رو گرفتیم قایق رو گرفتیم خب خب دوستا چیزی گرفتیم دیگه کاپتان از ما ماجلی آقا ده سارا خانم خب باش من یک سلام کردم دوستا سلام دوستای عزیز امیدوارم که جور و صحتمند و سرحال باشین در هر گوشه از این دنیا که هستین دیگه دوستای عزیز قسمی که میبینین دیگه باش که لیاقت لالای مور تا کجا هم مبره وانا زیاد تیز نره تر جانا جد خیلی باحاله واقعا خیلی باحاله دیگه خیلی کیف میده خیلی افتاد این شماره تلفن داره آها خب دیگه ما را بینیم باشین دوستای عزیز از لیاقت اینو هواش زندگیش ای با خودم ما قدر سنگین می بخی در از ما چی شده با خودم زیادی تیز نره دیگه
استفادی؟ آقا پیدا کردم. دیدی اون طرف رو نه؟ آره نه برو گاز بدی. نمیخوام زیادی گاز بدی. نه زیاد گاز نزدم من دیدم بغلت. آواز بلدی نه اینو داشت. نه با خدا. پورم زی از دور برو هم یا کی هم ایرانیان تو داشت دور برو تو خدا آگم بغل شد. طرفدار است کی؟ طرفدار رضا پهلوی یا جمهوری داشت دور برو میده لطفا دیدر کاش کو این طرف چی نه دخترش نکنم یک سال گرفته نه؟ آره دیگه او از اونجا از اون طرف که آمدی باز حساب منه که چقدر رفتیم نداشت. ولی تیز ما را آره دیگه رو واسه. راننده مون حالی رانندگی از یه چیز آمیزینه ونه یخا. بگیر چقدر مال باز کنم آره تو گوشه بگریده خب چیزال باز کن داشت آره چند دیدم دارم بودی بازی دیده. خوب دیدیم دیگه مال حلال کن بفرما نازل گوشی های باشین برو زهرا خانم میرس تو رانندگی کن نه دیگه برو نه من حالا اسمش ندارم ای اون قدر چیز نیست او قدر آو زیاد نیه ها اصلا. زیاد ها نظر شما. دار بدیم. نه برو پیش استوزیه. زیکه زهرا کامپیوتر پیش پا خدا این کجه این طرف ما این طرف پایین نه نیه این طرف پایین نه نه دوازد بیشی کاین سورگه. راننده هستم خدا شهیده. پروشین اندری رانندگی نه. اوه یالا تو چرا بنتظر چند زیاد شدم ما. زیاد کدی خوبه دیگه نه خوش شده نه. قراری خوبه زیاد تو راننده مت چیشه؟ آره بوده کجا خاموش که دیگه یک قدر تیز شم. ایرانی ها کجا شد؟ آره با مونج من دیگه پس خورده است. اکفایر مورد دارو میگوره. راننده نی. درنکه نام زیدو. زیاد چرا دیدی؟ آره کاج کوبلش کمک خدا میترسم اگر هم با هم. بسم الله الرحمن الرحیم اون اونجا دیدی؟ آره دیدی اینی شما تلفن زیده. آره چه سری مثل نوافت اینا لاو زیاد شد چون چی تاریک شد آره دادا شال کم دین تلفن برو. آره خب. اون طرف آفر نزدیک از خانه برد جدی آخر داداش گیران گیران گیم کنن دیتا فقط همین خوب قدمه خوب گفت دیدگه نه اختار میگه طرف کنم
اگر گوشی از این بافته خیلی نازه آره. تیز برو نه تیز چی؟ آرام کسی خوب دیگه. خوب گیر سکته اینجا یک دانه چی هست جلگک جلگک. یه دینجاست کجام ده تو خدا برو طرف عزیز خوشمون عزیز قوت با یک کاری نه آره بازم یوتیوب جور کن فقط برای ازی که سایکت یادگاری بمانه اون گرمه گفتم اون گرم است ها؟ داداش امید دیگه امید خود علامه امید واسه نصیحت خوب کجا واسه یادت من نمیره اونا بردی اصلا تو خب من ببینم ویدیوی کپرایت نمیشه اون چیز هوش مصنوعیه نه با خدا که دفعه چیز نو تکان میدیم این ها تفاهم خاطر من بدون اینا برو من همون پیش طرف خانه اوکی اوکی این رقم کم چیز اونو طرف برد تو دار روی یک کار دیگه بونیم ها برو اون تو پیش پس من موری مون اونجا خب برو بزن کندر نگه آره برو ملکی دیگه آره خوب که دومان راست دیگه نیه اما خوش میگذاره کنه آره خیلی کمترش باشم درست ببین اومدی از بین موتر کستان تا ها از شویدم کلاس تا براسلوار نفر 20 رو میگیره خب ها دمیت آموره چه سال وقایره اوکی بخرانی یک ساده از این طرف فکر کنم 25 رو رفت برگشت آها اوکی چیز دیگه بود بال بشی آفرین این سرعت تنظیم نمی‌کنه این بنده چقدر دیگه نه آره دیگه
یا تا دنگ لده